خواستیم با شما صحبت بکنیم درباره مثلا این خواستیم یک چهار تا سوال جواب کنیم درباره حقوق انسان در پاکستان. یعنی که چند چیزایی که شما خوانده نوازید کلش دروغ بود. یگان چیز در تاجیکستان یعنی که شما نه بلکه در این تاجیکستان بلکه شما کل دنیا را تیره بود یعنی که سوال داشتیم با شما ندارید جواب که شما ما را سر میکردن اینترپول میدونید امروز ما هستیم انتظار شما برادری گرفته شد. خب اکاجون اینجا باشمور تاجیکستان است. اینجا تاجیکستان است. اکا ما سیاسی هستیم شما ما را یکان دهمارده قبول دارید. دست ما را سطح و خیلی نکش ما را نفهمیدین؟ با کدام حکومت ما را قبول دارید؟ با کدام حکومت؟ نه زمان نه ما بودمای سوال ما بخواستم به представитель تاجیکستان نه представитель ما با شما سوال داشتیم شما ما را اینترپول می‌دادید امروز ما می‌خواستیم باشیم 20 روز باشه ولی 10 روز وقت دارید. خب برادرای عزیز خیلی که می‌بینید از خودی که نماینده تاجیکستان یعنی که از حکومت رحمان امروز آمده است که حتی که 2 سال ماست جواب دادن نتونستند لاف میزنند در اینجا که از حقوق انسان و از دیگر چیزها امروز در 2 سال 2 نماینده‌اش گرفته رفتن شما خودتون شاهد حال بودید. تشکر زیاد. السلام علیکم و رحمت الله.